به قسمت دوم آموزش ما خوش آمدین. در قسمت دوم آموزش ما انوایرمنت ریاکت در کامپیوتر تنظیم میکنیم. وقتی که پروژه ریاکت رن بکنیم و ایجاد بکنیم ما نیاز به جیس داریم که جیس در ابتدا ما باید از اینترنت دانلود بکنیم. قسمت نوشته میکنم دانلود نود جیس. روی از لینک اول کلیک میکنیم و نود جیس org است. ریزی کلیک میکنید در قسمت هم ورژن و نیات اپریتینگ سیستم اینا و یارو نوشته که نظر به اپریتینگ سیستم خودتون یک ورژن انتخاب بکنید. البته ورژن های بالاتر از 24 LTS هم وجود داره. اپریتینگ سیستم ما ویندوز است. ویندوز انتخاب میکنیم. پایین من در قسمت یک انستالر فایل داره. روی ازی کلیک میکنیم که جیس ما دانلود شود. این در قسمت شروع به دانلود میکنم. ما قبلا امیر دانلود کردم چون وقت زیاد میگیره. من دوباره را کنسل میکنم. میام فایلی که قبلا دانلود کردم روی ازی کلیک میکنم. در قسمت است من دانلود کردم روی ازی دبل کلیک میکنم نکست میگم چون این من قبلا در کامپیوتر خود اینستال کردم دیجا شان نکست لاک است چون در کامپیوتر من اینستال است ولی از شما یا اپشن اویلیبل است شما میتونید بالا نکست کلیک بکنید و نود جی اس اینستال بکنید. وقتی که پروسه تکمیل شه ما بالای ریپیر کلیک میکنم و پیش میرم. خب این شروع میکنه به اینستالیشن وقت میگیره. منتظر میمونم که خلاص شود. اینستال نود.js تکمیل گردید. روی ازی کلیک میکنید در قسمت. بعد از اینجا اپریتینگ سیستم تون انتخاب میکنید. نظر به اپریتینگ سیستم تون یک از گزینه‌ها رو انتخاب کنید. من روی ویندوز کلیک میکنم. براوزر شروع با دانلود کردن وی اس کد میکنه. وقت میگیره. ما امروز یک کاپیش دانلود کردیم. در قسمت میام در قسمت دانلود. دیجا من روی ستاپ وی اس کد دبل کلیک میکنم. نکست میگم ایره کدام. اینستالیشن وی اس کد ما تکمیل گردید. روی فینیش کلیک میکنم. بعضی که وی اس کد اینستالیشن تکمیل کردیم در قسمت ما میام ابتدا یک فولدر ایجاد میکنم به نام پروژکت. اینجا بیاین cmd نوشته بکنیم. بعد از که cmd نوشته کردیم کد دات نوشته بکنین وی اس کد در قسمت براتون باز میکنه. وی اس کد ما باز شد. در قسمت ما میایم حالا در اینجا یک پروژه جدید ریاکت ایجاد میکنم. چه قسم ایجاد میکنیم؟ یک کماند است npm create with at latest داش نام پروژه خود یک قسمت بر شما میدیم. initial project space داش تمپلیت ما از نوعیت ریاکت باشه. روی کلیک میکنیم. ضرور نیست که کماند شما حفظ بکنین بخاطر چی که در خود صفحه ریاکت جیس هم هست که شما میتونید از قسمت رو کپی بکنین و دیگه در زیادتر وبسایت ها هم موجود است. شما میتونید سرچ بکنید در گوگل کماند میتونید که از اونجا بگیرین. بسیار ساده است. ما در قسمت اینیشال پروژکت دادیم ولی این قبول نکرد. دوباره از پیش ما نام پروژه رو میخواه. من میان دوباره برش میگم نام پروژه به نام اینیشال پروژکت باشه. میگه با چی میخوای کار بکنیم؟ میگم با ریاکت میخوایم کار بکنیم. باز ریاکت هم میتونیم با تایپ اسکریپت کار بکنیم. با تایپ اسکریپت ریاکت کمپایلر. میگم نه با جاوا اسکریپت بر ما یک پروژه ایجاد بکنم. آپشن آخر یک گزینه است بر ما که میگه آیا پروژه تو را ایجاد کنم دیپندنسی هایش انستال کنم و استارتش هم کنم یا خیر. میگم نه خودم استارتش میکنم. فعلا بر ما تنها پروژه ایجاد بکن. پروژه ایجاد شد. در قسمت اگه متوجه شدم میگم برو در داخل دایرکتوری اینیشال پروژکت cd آی. بعد از این تب میزنم. وقتی که در داخل پروژه رفتم حالا چی کار میکنم؟ میگم دیپندنسی هایش بر من اینستال کن. میگم چی؟ npm install. این چی کار میکنه؟ تمام دیپندنسی های یا پکیج هایی که پروژه نیاز داشته باشه بر ما اینستالش میکنه. تا که اینستال میشه میرم روی معرفی این فولدرها فایل ها را معرفی میکنیم. پابلیک ما عموما
آیکان ها یا فیوایکان هایی که در قسمت بالای تب ها موجود می باشه، آیکان هایی که ما در وبسایت استفاده میکنیم در قسمت قرار میگیره. اگر محدود باشه و اگر فایل های ما زیاد باشه، آیکان های ما زیاد باشه یا ایمیج های ما زیاد باشه، باز یک دایرکتوری در قسمت برای جور میکنیم در اوجه میکنیم. قسمت بعدی ما SRC است. SRC ما همون نقطه آغاز کار ماست. یعنی ما هر کاری که میکنیم در یک جیس ما در داخل دایرکتوری SRC کار میکنیم. اگر اپلیکیشن جور میکنیم، اگر تغییرات میریم، کلان در قسمت کار میکنیم. دیگه ما فایل .getignore را داریم. کسایی که با گیت هاب کار کرده باشه میفهمه که چی است. در گیتیگنور بعضی فایل هایی هست که مثلا ما نمیخوایم که در گیت هاب شریک بسازیم، ما میایم در گیتیگنور رو معرفی میکنیم که ما نمیخوایم این فایل در گیت هاب بره. گیت هاب هم بخاطر از این استفاده میکنیم که یک پروژه است، به طور مثال چندین ممبر روی از کار میکنن و میخواین کدهای خود به اشتراک بگذارن. دیگه این اصلا کانفیگ است، موضوعات مهم نیست، برای فعلا شما ازش بگذارین. دیگه فایل index.html داریم. قبلا در ورژن قبلی React.js index.html در داخل دایرکتوری پابلیک وجود داشت، ولی فعلا این را آوردن در روت پروژه. دیگه ما package log.json داریم و package.json داریم. تقریبا مشابه هستند، فقط نیاز است که شما باید package.json در پروژکتتون داشته باشین. اگر دیلیت هم بکنین کدام مشکل را ایجاد نمیکنه فعلا، چون زمانی که npm install بزنین دوباره او ایجاد میگرده. در قسمت package.json تمام پکیج هایی را که ما استفاده میکنیم در قسمت همراه به ورژن های یادآوری شده، مثل یک نوت برای بخاطر یک پروژه است. و دیگه ریدمی یک معرفی است بخاطر از این پروژه ما، و ویت محیط رن کردن این پروژه ما را بر ما مهیا میکنه. در پایین صفحه اگر متوجه شده باشین ما npm install زدیم، در قسمت 135 پکیج بر ما در پروژه اضافه کرده و حالا ما میتونیم پروژه خود رن بکنیم. وقتی که ما این کماند رن کنیم در قسمت یک دایرکتوری رو بر ما ایجاد کرده به نام نود مودیول که در داخل از تمام مودیول های یا تمام پکیج هایی که ما بخاطر از پروژه نیاز داریم در قسمت جاگزین شده و ما میتونیم میره ببینیم. نقدر پکیج هاست فعلا در بین ازی نیاز نیست که ما بریم داخل از پکیج هایی رو ببینیم که چی است، چون با هیچ کار نداریم. هر پکیج که ما نیاز داشته باشیم از قسمت یا اینستال میکنیم و اگر نیاز نباشه ریمووش میکنیم از پروژه. پکیج های ریاکت اینستال شده، حالا ما ریاکت رن میکنیم npm run dev. روی ازی کلیک بکنیم. وقتی کلیک کردین پروژه تانه در قسمت براتون نشان میده که رن شده. حالا پروژه ریاکت ما رن شد. اینجا نوشته کرده اگر میخوایی تغییرات بیاری برو در دایرکتوری SRC و app.jsx در قسمت تغییر بیار و ببین که آیا عمل میشه. یعنی ببینیم یک تغییرات میاریم در قسمت SRC app.jsx. ما در قسمت کورد زیاد داریم. من چی کار میکنم؟ کل گزی را پاک میکنم. تمام از یک پاک کردم. در قسمت چی کار نوشته میکنم؟ سیوش میکنم. حالا میبینیم که آیا تغییرات اعمال شده یا خیر. راجع میشین در قسمت الهی را که ما نوشته کردیم در قسمت بر ما ظاهر شد. دی بود درس ای بخش ما. میرم روی موضوع اساسی درس ما در ویدیو بعدی.